خداوندی بخشنده و به نهایت مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان عزیزان هموطنان و در عموم مردم عزیز تاجیکستان. امیدوارم که همگی خوب باشید. چون هر وقت برنامه صدای مردم را شروع میکنیم و طول چند ساعت دیگر خدمت شما در پخش زنده خواهیم بود. البته قبل از آنکه که برنامه را شروع بکنیم از تمام دوستان عزیزان هموطنان و کسانی که ما را میبینین در پخش زنده از شما خواهش میکنیم برنامه ما را به دیگر رسانه ها و شبکه ها بفرستین تا که ما و شما در یک جایگی توانیم از مشکلات هایی که دوره برای وطن عزیز ما رخ میدهد یک جایه حرف زنیم، در دل شما را بشنویم و آن پیغامی که این ملت مظلوم و بیچاره دارد و مسئولین کشور برسانیم که بالاخره اصلاح شود، وگرنه حتما روز می شود که جلوی این همه بدبختی ها سرای این همه مشکلات ها گرفته می شود، اما با دیگر طرز با دیگر اصول. در اون وقت دیگر شاید برای منصبداران ما دیر شده باشد، به خاطری که تاریخ بارها چیز اثبات کرده است و بارها نمونه خود برای جامعه پیاده کرده است که هر نفری که در ساخت دولتداری همچون یک راهبر دست به خیانت، دست به تجاوز، دست به غارت مالکیت، دست به فروختن زمین، دست به هزارها جنایت دیگر میزنند از طرف منصبداران، بالاخره چون وطن مالکیت یک گروه خرد نیست، وطن مالکیت اون ملت است. کسی که در داخل اون وطن زندگی میکنه هر یکی حق او زندگی را داره. بالاخره راهی را پیدا میکنن که از این مشکلات بیرون بروین. البته که جامعه جهانی این راه بارها نشان داده است. تمام کشورهای دنیا در این مسئله یعنی که پیغام داده است. در چندین کشورهای دنیا بعد از خیانت‌های بزرگ بالاخره مردم خسته میشه، راهی را میگیره. و همون خاطر قبل از اونه که مردم این راه بگیره ما برای شما آگاه کردیم. همین برنامه‌های ما محض به خاطر همین است که حکومت رحمانوف باید که حتما سطح راهی که شما حرکت میکنید باید او را عوض کنین. کلا به یک اشتباه بزرگ رفتید، به یک ابلهی بزرگ، به یک جنایت های بزرگ دست زدید. خودتون کو نمیدونین از سببی که خب دیگر مردمی که نیستین، دیگر چنان غرور و چنان احمقی که بالای شما گرفته است دیگر نمیدونین کدام راه انتخاب کنین و راهی بازگشت هم که ندارین. در ساخت دولتداری در طول 30 سالی که شما دوره دولتداری میکنید چقدر جنایت های بزرگ کردین، چقدر فرزندای ملت کشتین، چقدر بهترین را زندان کردین. راهی قفا گشتن نداره، چون ملت خانه شما رو دیگر نمیبخشد. مطمئن باشین که چطوری که یک فیلمی دروغین دارن که خیانت بخشیده نمیشود، مطمئن باشین انمو شما را بخشیده نمیشین چون خیانت کردین. این بود یک پیغامی که من برای شما رساندم از زبان کل مردم و به خاطری که ما میدونم که درد مردم چی است. درد مردم کسی حس میکنه، کسی درک میکنه که اون مردمی باشد، او بشنه گوش کنه. شما هیچ وقت به درد مردم نمیرسین، هیچ وقت همین مردم نمیخورین، هیچ وقت باری هم به خاطر مردم کاری نکردین. این دوستان عزیز چند نکته که من برای شما رساندم.